آدما تو زندگی دو دستن. دسته اول اونایی که دوستتون دارن، دسته دوم اونایی که دوستتون ندارن. مواظب تک تک این دو دسته ها باشید. بابا داش من خوشگله، مرسی. بریم به افتخار خودتون یه دست خوشگل بزنید. دوست دارم که اگر میشه از مسئولین عزیز خواهش کنم که اگر میشه یه مقدار حواسشون به آلودگی هوا باشه دیگه. پیشنهاد که خیلی هست ولی در بازیگری احساس میکنم که اقناع نمیشم و نقشایی که بازی میکنم رو زیاد دوست ندارم. حتی اگر بدونی که من چجوری با همکارانم در بازیگری معاشرت میکنم، این فاکتور میگیره اگر ناملایمتی و اتفاق من بیشتر از همه عاشق خودمم. من یکی از بهترین بازیگرای سینمای ایرانم، اینو تو میدونی، فریدون جیرانی عزیز میدونه، هر کارگردان خوب دیگه اینو میدونه. خاک پای کارگردان‌ها و بازیگرهای قدیمی سینمام، اونها سینما رو به ما یاد دادن. من دانشجوی اون سینمام، نه این سینمای بد، سخیف و آبگوشتی. من عاشق سینماییم که مسعود کیمیایی، خدا بیامرز، عباس کیارستمی به ما آموخت. من دانشجوی اون سینما ولا غیر. سلام های جرانی. آقای جون سلام عزیزم، قربونت برم. خیلی ممنونم که اسم ما بودی، واقعا دست در نکنه. شما به بنده توهین کردین توی برنامه‌تون آقای جیرانی عزیز. حامد من کی این کاری کردم؟ حامد من نکردم به خود. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری. زنده باد این عاشقونه، اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری. زنده باد این عاشقونه. خیلی ممنون دیگه، بس دیگه. الان چیز باید بره کنسرت بذاره. خیلی ممنونم ازتون. آفرین. پس رضا بریم یه کنسرت بذار. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم دیگه. ماشاءالله. دستون درد نکنه دیگه. عاشق شدید؟ جان؟ عاشق شدی؟ بله. چی شد؟ باید بگی.